درود دوستان، من آریانم و تو این ویدیو میخوام سریال نارکوس رو بهتون معرفی کنم. نارکوس یه سریال جذاب از سیاست، فساد و البته اکشن‌های هیجان انگیزه. 2 فصل ابتدایی سریال به بخش‌هایی از زندگی رئیس کارتل مدین، پادشاه معروف و بی‌رقیب مواد مخدر و مشخصاً کوکائین، پابلو اسکوبار و فصل 3 اون به داستان کارتل کالی، رقیب کارتل مدین و دستگیری اونها اشاره میکنه. مردی که اقداماتش نه فقط امنیت کشور خودش کلمبیا که به یه چالش بسیار بزرگ برای آمریکا هم تبدیل شده بود. نارکوس داستان واقعی زندگی این مرد و مبارزه تمام قد مأمورین با امپراتوری اونو به تصویر میکشه. این سریال فقط یه داستان جنایی نیست. نارکوس یه نگاه عمیق به قدرت، فساد و تصمیماتیه که زندگی یه ملت رو میشه باهاش تغییر داد. اگه عاشق سریال‌های جنایی، گنگستری و واقعی هستید، نارکوس رو نباید از دست بدید. بریم که بیشتر باهاش آشنا بشیم. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo. طلا یا سر. این سکانس به خوبی فلسفه اسکوبار رو برای تقابل با هر کسی که سر راهش قرار میگیره نشون میده. سریال نارکوس در 3 فصل توسط شرکت نتفلیکس ساخته و پرداخته شده و سریال تا الان نمره 8.7 از IMDb گرفته که امتیاز خیلی خوبیه. داستان شما رو به دهه 80 میلادی میبره و از زمانی که پابلو و پسرعموش گوستاوو یک قاچاقچی معمولی هستن شروع میشه. داستان از همون اول پر از صحنه‌های اکشن و البته خشونت‌آمیز هست که باعث هیجان جنون آمیز سریال میشه. بازی فوق‌العاده واگنر مورا، بازیگر برزیلی، نقش پابلو رو به یک شخصیت جاودانه تبدیل کرد. مورا در سال 2016 برای ایفای نقش پابلو اسکوبار در این سریال نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب به عنوان بهترین بازیگر مرد سریال‌های درام شد، ولی نتونست جایزه رو ببره. از بازیگرای دیگه سریال میتونیم به پدرو پاسکال، بازیگر معروف شیلیایی آمریکایی سریال‌های The Last of Us و گیم آف ترونز و همینطور آخرین ایفای نقش اون تو فیلم گلادیاتور و بوید هالبروک، بازیگر آمریکایی اشاره کنیم. پاسکال نقش خاویر پنیا و هالبروک نقش استیو مورفی، 2 مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا هستند که نقش اصلی رو تو گروه عملیات دستگیری اسکوبار ایفا میکنن. سازندگان سریال کریس برانکاتو، کارلو برنارد و دوگ میرو هستند. همینطور تو خیلی از جای داستان ما با روایت عمیق استیو مورفی در فصل 2 و با روایت خاویر پنیا در فصل 3 از اتفاقات همراه میشیم و این باعث میشه مخاطب بیشتر خودشو با حال و هوای داستان تطبیق بده. همینطور سریال به دلیل تم مستندگونه‌ای که داره از عکس‌ها و فیلم‌های واقعی در اون استفاده شده تا مخاطب بیشتر به حقیقی و رئال بودن ماجرا پی ببره و بدونه که سریال تا حد زیادی به واقعیت وفادار بوده. تم موسیقی و سبک موسیقی به کار رفته هم کاملاً با اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست هماهنگه و مخاطب به راحتی میتونه ارتباط برقرار کنه. این سریال یه اسپیناف هم به اسم نارکوس مکزیکو داره که تو سال 2018 از نتفلیکس پخش شد.
و اما نظرات خودم راجع به سریال که قاعدتاً توی اون اسپویل شده. پس هشدار میدم که اگه سریال رو کامل ندیدید این بخش رو گوش ندید. در فصل اول و ابتدای سریال تقریباً تا جایی که گوستاوو کشته میشه سریال ریتم بسیار سریع داره و من به شخص وقتی برای بار اول سریال رو دیدم متوجه یه سری اتفاقات و جزئیات در لابلای داستان نشدم. اما بعد از اینکه امپراتوری پابلو در افول قدرت قرار میگیره ریتم سریال کندتر پیش میره و فکر میکنم همین ریتم باعث میشه که مخاطب احساس همدردی بیشتری با پابلو و خانواده‌اش داشته باشه. قاتل، جنایتکار، تروریست، مرد خانواده دوست یا رابین هود، فکر میکنید پابلو کدومشه؟ وقتی میبینید اسکوبار داره با خانواده‌اش وقت میگذرونه متوجه میشین که یه مرد کاملا خانواده دوسته، اما لحظه‌ای که با دشمناش روبرو میشه اون چهره سرد و بیرحم شما رو میخکوب میکنه. واگنر مورا به خوبی تونسته این تضاد بین انسانیت و افسارگسیختگی رو به بهترین شکل نشون بده. چطور یه شخص میتونه اینقدر تضاد شخصیتی داشته باشه؟ برای من این نکته خیلی جالب بود. اگه بخوام از نظر فیلمبرداری بگم، تو صحنه‌های تعقیب و گریز، دوربین با حرکات سریع و لرزش‌های کنترل شده حس هیجان رو به خوبی به مخاطب القا میکنه. همینطور این سکانس، نگاه از پایین به بالای دوربین به شخصیت و چهره پابلو اون رو در موضع قدرت و برتری نشون میده و اگه به فرم و چهره پابلو دقت کنید میبینید که چقدر هنرمندانه این برتری و تسلط رو به نقشش نشون میده. همینطور تو این سریال به گفته خیلی از منتقدین به نقش آمریکا توی دستگیری اسکوبار خیلی اهمیت داده شده و حتی یه جایی از سریال ما متوجه میشیم که رئیس جمهور کلمبیا مایل به دخالت نیروهای آمریکایی نیست و این رو به نوعی دخالت آمریکا توی امور داخلی خودشون میدونن، نکته‌ای که حتی خود پابلو هم به اون اشاره کرده بود. بعد از مرگ پابلو و در فصل سوم سریال و با حذف استیو مورفی، خاویر پنیا مسئول پیگیری دستگیری کارتل کالی میشه، همونی که رقیب پابلو بود. در اینجا واقعا باید بگم که سریال توی فصل سوم از نظر کیفیت افت میکنه و اگه بگیم وزنه اصلی سریال شخصیت پابلو با بازی واگنر مورا بوده بیراه نگفتیم، چون که واقعا در کل طول سریال بازیگر دیگه‌ای خیلی به چشم نمیاد که خب البته این میتونه هم مثبت و هم میتونه منفی باشه. به لوکیشن‌های شهری سریال که دقت کنید این موضوع رو میفهمیم که کلمبیا چقدر کشور فقیری هست و فقر میتونه عامل بالقوه‌ای برای گرایش بسیاری از افراد توی این کشور به تولید و توزیع مواد مخدر باشه. حتی توی یک سری از سکانس ها میبینیم که بچه ها هم توی این سیستم کثیف مشغول هستن و وارد این بازی میشن. اما اگه بخوام جمع‌بندی کنم با همه این تفاصیل، به نظرم سریال نارکوس یه سریال منحصر به فرد و فوق‌العاده است که نه فقط میتونه شما رو سرگرم کنه، که میتونه خیلی درس‌ها و نکات جذابی برای گفتن داشته باشه. اگه بخوام از 10 به این سریال امتیاز بدم، من امتیاز 9 رو میدم.
خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه میخواید از ویدیوهای دیگه ما هم با خبر شید، کافیه دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید تا هر موقع ویدیوی جدیدی از کانال ما منتشر شد با خبر شید. بازم ممنون. خدا نگهدار.